با درود فراوان به همه شما عزیزان به برنامه دیدگاهی تازه خوش آمدید. من دکتر فروژان زینی، روان درمانگر، استاد دانشگاه و ابداع کننده تئوری یکپارچگی آگاهی در کنار استاد امان الله قهرمان، استاد یوگا و مربی زندگی. خوش آمدید. سلام به شما و همه عزیزان هر جای دنیا که هستن. جناب قهرمان، چند تا اتفاق داشت میافتاد این هفته که خیلی جالب بود. یکی اینی که خب دوست بسیار بسیار عزیزی که من سالیان سال تقریبا میتونم بگم عملا 35 سال میشون رو میشناختم، به فاصله خیلی کوتاه سرطان گرفتن و فوت کردن. یه دوست عزیز دیگه ای رو که فکر میکنم عزیزان دیگه هم حتما میشناسن که یه دفعه سرشون گیج رفت و خوردن به دیوار و در یک حرکت سر شده از گردن به پایین بدنشون. دکتر نادری رو میفرمایید. بله، دکتر فیروز نادری. فیروز. عزیزان دیگه ای هستن که یک دفعه نگاه میکنی که اینقدر مثلا طرف غرق کار بوده که یه دفعه برمیگرده میگه که ازدواجم که از بین رفت، بچه هم بزرگ شدن، از حالا تازه من برگشتم توی خونه میبینم هیچ کس نیست و یه دفعه میگم چی شد؟ یعنی من فکر میکردم حالا من یواش یواش پول در میارم، برمیگردم میرم خونه، بعد با هم میریم مسافرت، حالا برگشتم پولم هم در آوردم میبینم نه همسرم اینجاست، چون هم توی این مدت کارهای خودشو داره انجام میده، بچه‌هام هم همه بزرگ شدن رفتن. و بعد یه دفعه این تجربه‌ای که جالبه که ما هر روزمون رو هی میگیم هستش دیگه، حالا دارم همین متدی که توی دونه چرخش میچرخم و دارم انجام میدم، حالا اون یکی حالا بعدن، حالا وقتش میرسه، حالا اون کار رو انجام میدم، حالا و یه حالتی که آدم فکر میکنه که این مدلی که امروز داره قراره که همیشه بمونه و اینی که اون جوری رو که من تصور دارم و زندگی رو دارم نگاه میکنم که از احساس الانم، افکار الانم هست، یه فرافکنیه برای کل آینده. و بعد هی سورپرایز میشیم ماها که نه، هر چیزی لحظه به لحظه در حال تغییره و حالا بعضی موقع تغییر رو نگاه میکنیم میترسیم از تغییر، نمیخوایم تغییر اتفاق بیفته و از یه لحاظی هم نگاه جوری تصور میکنیم که چون حضور نداریم به لحظمون هم داریم از دست میدیم، آینده هم که تغییر پذیره ولی ما فرافکنی میکنیم که عین همین الان قراره بمونه و یک جوری هی خودمون رو شوک میکنیم توی این باورهایی که واسه خودمون به وجود میاریم، الوژنایی که بر خودمون به وجود میاریم ولی در واقعیت نیست. فوق‌العاده مبحث فوق‌العاده. یک من الان که برمیگردم چند سال اخیر یکی از صحبتهایی که با خیلی از عزیزان داشتم، حالا چه شاگردم بوده چه دوستم بودن، یکی از چیزایی که میگفتن مثلا داشتن گله میکردن از اینکه پدرشون چقدر مریضه و باید بهش برسن یا مادرشون چقدر مریضه و باید بهش برسن و خیلی خسته و داغون و اینا بودند. و من یه نکته رو که بهشون میگفتم، من دعوتی که براتون دارم درسته که خسته کننده است، درسته که داره بهتون فشار میاد، ولی یه دعوتی که دارم اینه که حواستون باشه که یادتون باشه به مدت خیلی کوتاهی دیگه اینا نخواهند بود. ما خیلی راحت یادمون میره. من تجربه خودم رو با مادرم همینطور داشتم و خوشحالم که اون زمانی که امکانشو داشتم وضعیت کاری من به من اجازه میداد که بتونم با ایشون باشم، در خدمتش باشم. ولی خب خیلی از آدم‌ها به خاطر کارشون، به خاطر بچه‌ها، به خاطر زندگی دائما نمیرسن که وقت بذارن، یا چون مثلا تنها بچه هستن بهشون خیلی فشار میاد، یا حتی یه جاهایی انقدر ناراحتن که آخه کی من مثلا راحت میشم، بعد پیش خودش بعدم دچار احساس گناه میشه، بعد یه مدت بعد بیاد پیش عزیزان روانشناس کمکشون دارن که این احساس گناه ها رو بتونن ازش رد شن. یه نکته ای که هستش اینه که ما متاسفانه مکانیزمی داریم که بخش خیلی با ارزشی توی مغزمون
و اون اینه که همه چی رو تبدیل میکنه به روتین. انگار هر روز صبح که بلند میشیم آفتاب هست، مثل اینکه باید همیشه همینجوری باشه. اگر هر روز خودم بلند میشم همین جام هیچ جام درد نمیکنه، باید اصلا همیشه همینجوری باشه، غافل از اینکه خیلی راحت ممکنه درد بیاد سراغم، مثل این کووید بیاد سراغمون. و بسیار، یعنی چه در رابطه با خودمون، چه در رابطه با سلامتی خودمون و چه در رابطه با عزیزانمون. ماها این اتیتود، اینجا لغتی که دارن استفاده میکنن take it for granted، فارسیش رو چی میشه گفت؟ این فکر میکنیم همیشه همه چی همینجور میمونه. مثلا حتی بدن، یعنی حتی جوونیمون فکر میکنیم همیشه همینجوری میمونه. اینی که چه جوری بدنمون رو باهاش هستیم فکر میکنیم همیشه میدونه و شوک میشیم مثلا وقتی داریم پیر میشیم. خودم وا مثلا چشم من همیشه 2020 بوده، یه دفعه یه روز با میشی میبینی تمام دنیا رو داری تار میبینی، بعد میگی ای رفت و دیگه هم بر نمیگرده. یا هر قسمتی رو که داری میبینی بر نمیگرده. و بعد این حالتی رو که تصور هر لحظه این بوده که این اتفاق بیفته. جالب بودش که داشتم با خانمی صحبت میکردم، ایشون 70 خورده سالش بود، میگفت من تجربه‌ام اینه که زندگیم مثل این آیسبرگای آلاسکاست که الان که داره با آفتاب بهش میاد، بعد میبینم تیکه تیکه یه تیکش میره. حالا این یه تیکه رفتن، من میبینیم دوستانی هم که تو سن من بودن و دونه دونه دیگه تو این سن یا دارن بیمار میشن یا فوت میکنن. بعد تمام کسایی که تو خانواده‌ام بودن، حالا مثلا مادر پدرم بودن، خواهر برادرام بودن، دونه دونه مثلا فرد شدن رفتن، بچه‌هام بزرگ شدن رفتن. بعد نگاه بعد قسمت‌های بدن خودم رو میبینم که تحلیل رفته و دیگه اونجا نیست. مثلا شنوایی، مثلا بینایی، مثلا انرژی، هیچ کدوم اینا نیست. و جالب بود اون حالتی که میگم، یعنی میستم دقیقا میگم هی میبینم هی داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه این دایره، چه از توانایی های خودم چه از اشخاصی که اطراف من هستن. و بعد توی این حالت میدونی مثل این که هم از یه طرف تا میبینی که اینا داره میره قدرش رو بیشتر میدونی، نتیجه یک حالت قدردانی در کنار یک غم از دست دادن در کنار همه، مثل بیتر سویت، شکلات های بیتر سویت هست که هم شیرینی که خب حالا که متوجه هستم بذار قدرش رو بدونم و کیفش رو بکنم، و در کنارش غم از دست دادن داره با هم دیگه میره جلو. نمیتونم من بگم که فقط این ماجرا مثلا مال کسانی که سنین بالایی دارن، بچه هم همینطور، چون بچه هم دیگه هیچ وقت 5 سالش نمیشه، دیگه هیچ وقت 10 سالش نمیشه، دیگه هیچ وقت دبستان وقتی رفت دیگه تموم کرده، داره میره تو مراحل بعدی. حتی توی رشد ما هی میبینیم که با یک قسمتی از زندگیمون داریم کامل میکنیم و بعد میریم توی قسمت دیگه زندگی، ولی اون هیچ وقت نمیشه نگرش داشته. نمیشه نوزادی خودت رو تجربه اینی که با خیال راحت اجازه میدادی یکی دیگه ازت نگهداری بکنه رو دوباره برای خودت به وجود بیاری. و یه حالتی هم انگار داریم که حالا وقت دارم، حالا بعدا، چه ماها در رابطه با بچه هامون که وقتی دور و برمون هستن، حالا اگه تینیجر باشن از دستشون کفری هستیم، حرفمون رو گوش نمیکنن یا هرچی، ولی حواسمون نیست کمتر از 3-4 سال 18 سالشونه یا از خونه میرن یا ازدواج میکنن. یعنی یک عزیزی پدر مادری شکایت میکردن که پسرم سر 32 سالگی برگشته خونه. گفتم به جای که شکایت کنی خوشحال باشی که حداقل این فرصت داریم ببینینش. چون واقعا یعنی من الان که نگاه میکنم میبینم که ما هممون فکر میکردیم ما حالا تابستون دیگه میریم مسافرت، حالا زمستون با هم میریم اسکی یا چه میدونم هر آرزویی که داشتیم فکر میکردیم همیشه اینا هست، در صورتی که همه اینا خیلی راحت میتونه نباشه. و این که ما همه چی رو فکر میکنیم هستش، حالا منم وقتشو دارم. بیایم نگاه کنیم الان این عزیزی که داریم باهاش نهار یا شام میخوریم، آیا متوجه او هستین؟ آیا متوجه غذایی که میخورین هستین؟ آیا این
چایی که مینوشین و کیفش رو داریم میکنید یا تو هزار تا فکری. یعنی به همین سادگی ببخشید یهو اینجا آفتاب در اومد و یک سری چیزای عجیب غریب شد. میبخشید. قدر همین آفتابم داشته باشین چند لحظه دیگه میره. دقیقا میره زیر آب دوباره غیب میشه. یا شب میشه و داره میره حالا تا هفته بیاد. این جریان حضور پیدا کردن به اون لحظه و قدر اون رو دانستن که بر صورت کامل، حالا تا حد دیگه هر کسی کامل میتونه اون قدر رو داشته باشه، تجربه کردنش، حس کردنش، میدونی مثل یک گلیه که شما اون لحظه داریش و بوش میکنی، چون میدونی 2 روز بعد 3 روز بعد این گل دیگه نیست اونجا و در نتیجه اون لحظه رو داری لذت میبری ازش، در خاطرت نگهش میداری و کیفش رو داری میکنی. حالا این یه قسمتیه که مواردیه که آدم میتونه لذت ببره و رها کنه. بعد قسمت کسان دیگه یا زندگی خود یا بدن خوده که آدم احساس مسئولیت در قبالش میکنه، ولی بعضی موقع زیر بار مسئولیت یادش میره که قراره که لذت ببره. زیر بار مسئولیتی که باید بره پول در بیاره یادش میره که از کسانی که تو زندگیشن، مهری که وجود داره، همه بتونه لذت ببره. و بعد اون قسمته که برای ماها وقتی که تغییر پیدا میکنه و دیگه نیست شکاور میشه، بعد احساس گناه میاد، احساس شرم میاد، بعد طرف میذاره تو سر خودش که چرا من این کارو نکردم. حالا نه تنها در اون زمانی که اون شخص بوده لذتشو نبرده، حالا سالیان سالم میخواد تو سر خودش بذاره که چرا نکردم، که وقتی که حواسش رو میبره اونجا، باز دوباره از حضور ذهنش از همینجا باز از بین میره، با اون کسانی که در زندگیش هستن از بین میره. با یه آقای داشتم صحبت میکردم که میگم من انقدر احساس پوچی میکنم که میخوام از این دنیا برم. بعد نشستیم قسمت‌های مختلف زندگیشو نگاه کردیم، مهر و عشقی که خانواده‌اش بهش داشتن، دخترش بهش داشت، نمیدونم آدمای مختلف. این هر وقت میگفت من پول احتیاج دارم که برم مثلا فلان بیزنس ها رو انجام بدم، همه در اختیارش میذاشتن، یک بار نمیپرسیدن این پولا چی شد، برای اینکه میدیدن خب قدرت داره انجام میده، بعد پولا رو پس میداد. یعنی این اعتمادی که آدم‌ها داشتن به شخصیت این آدم، به اینه که میدونی با مهارت‌های خودش اکثر آدمایی که اطرافش بودن و فامیلاشون رو هم ویلتی کرده بود و پولدار کرده بود. و بعد این آدم در دنیای خودش انگار که مثلا یک ایده ای داشت از اینه که چجوری باید باشه و چون اون نبود میگفتش که اصلا این زندگی ارزش نداره. بعد هم دونه نگاه میکردیم، میگفت آره میدونم این منو دوست داره، آره میدونم اون دوست داره. من میگم خب تو دوست داره که تو مثمر ثمر بودی تو زندگی اینا که اینام داره دوستت دارن، الکی که دوستت ندارن که. همون کاری که دلت میخواسته برای کل دنیا بکنی، برای دنیای خودت انجام دادی، ولی باز این تجربه رو نداشت تا مامانش بیمار شد و این دیمنشیا گرفت. بعد حالا هر روز میره پیش مامانه، بعد حالا ناراحته که چرا مامان دیمنشیا گرفته، میگه در حالی که خب حالا 4 تا دیگه که دیمنشیا نگرفتن هنوز میتونی بهشون رسیدگی کنی. جالبه که ماها توی زندگی چجوری به دنبال نداشته ها یا میدویم یا قصهش رو میخوریم، ولی از داشته هامون و اون چیزی که امروز هست کامل حسش نمی کنیم. چون به قول شما میگه حالا این که هست بس دنبال اون که نیست بدوم، در حالی که نه، اینی که هست الان ارزش داره و اگر حواست نباشه همینم که هست دیگه داره بین میره اون وقت. دقیقا. یعنی من اینو امتحان کردم گاهی اوقات تو کلاسای گروپ کوچینگ ها. یکی از کارهایی که میکنم از کسایی که تو ریلیشنشیپ هستن میپرسم که تصویری که از همسرت یا یار زندگیت به یاد میاد بهش فکر کن و به یاد بیار. معمولا اینا تصویر همون آدم رو که همون روز دیدن یادشون نمیاد. اکثرشون یک وقت خاصی رو، حالا تولدش بوده، روز ازدواجش، یعنی یه عکس فیکس مال یه زمانی رو یادشون میاد، مال 5 دقیقه پیش، مال 1 ساعت پیش، مال 10 روز پیش یادشون نمیاد. این یه قسمت دردآور دیگه است. نشون دهنده اینه که ما آدمایی که دورمون هستن رو نمیبینیم، بهشون توجه نمیکنیم. و اگر یه روزی اون روز تولدش وقتی شمع رو داشت بود میکرد یادمه، همون یه دونه عکس یادمه تو ذهنم. خب این نشون دهنده عدم حضوره.
بارها من شده دیدم تو رستوران طرف غذا اوردر داده اومده جلوش رو خطه و داره میخوره. گاهی اوقات میخواستم بهش بگم ببین فهمیدی چی خوردی؟ یعنی خیلی ساده ها، حیفه به خدا. من فکر میکنم یکی از دلایلی که پدر بزرگ مادر بزرگا کیف میکنن با نوه‌ها برای اینه که متوجه شدن که چقدر زندگی زود گذره و تموم میشه و حالا هم بچگی اون بچه ها رو کیف میکنن، هم خودشون میدونن که چند وقت دیگه بیشتر ندارن دیگه. متاسفم که انگار ماها باید مریض بشیم تا قدر سلامتی رو بدونیم، باید از دست بدیم تا قدر اون چیزی که داریم رو بدونیم. ای کاش که هممون یه ذره حضور پیدا کنیم به همون چی که همین لحظه داریم و قدرش رو بدونیم. خود حضور پیدا کردن هم یه فنه و اگه که یک صحبتی کوتاهی بفرمایید راجع به اینه که چه نوع فنایی میتونیم استفاده بکنیم که در حقیقت حضور پیدا کنیم. مثلا یه قسمتی رو که همیشه صحبت میکنیم اینه که اولین مسئله حضور پیدا کردن 5 تا حس دیگه، فوری اومدن توی بدن و 5 تا حس رو تجربه کردن. یا اگر که با کسی هستیم بتونیم حضورمون رو بذاریم به پیش اون، یعنی نگاهش بکنیم. اول قضیه باز بیناییتون دارین استفاده میکنین، صداشو بشنویم، در اون شرایط نگاه کنید این تجربه‌ای که من الان توی بدنم دارم میکنم وقتی با این آدم هستم چیه، چه فکری میکنم، چه احساسی میکنم، چه شرایطی، و این موقعیتی که داره میره و برمیگرده، این گفتار، نیت، مهر که داره میره و برمیگرده، لحظاتیه که من دارم تجربه میکنم با این آدم. حالا اگر با خودم هستم تجربه با خودم و بدنم، اگه با یک انسان دیگه ای هستم تجربه خودم و با در کنار اونها. چه مواردی رو شما توصیه میکنید؟ یکی از کلیدی ترین چیزا توجه به بدنمون هم که شما اشاره کردیم و 5 تا حسمون، چون تنها بخشی از وجود ما که همیشه تو زمان حاله بدن و 5 تا حسمون. اگه من همینجا الان بیام توی بدنم، حواسمو بیارم تو بدنم، وزن بدنم رو صندلی که نشستم، پشتم رو به پشتی که تکیه دادم، جنس پارچه لباسم که داره به تنم میخوره، الان چیکار دارم میکنم؟ دارم به لامسم توجه میکنم. بعد اگه صدایی از دور و نزدیک میاد بهش توجه میکنم، صداهای دور و نزدیک رو، شنوایی رو دارم گوش میکنم. بعد اگه غذاش یه چاییه، رنگ چای رو میبینم، دارم با بیناییم کار میکنم، بوش رو میشنوم، دارم با بویاییم کار میکنم. یعنی بیایم حضور پیدا کنیم تو زندگیمون. یکی از دلایلی که اکثر اوقات وقتی افراد میرن مسافرت خاطرات خیلی خوبی از سفر دارن، یکیش اینه که از اون عادته اومدن بیرون. این لازم نیست حتما آدم بره مسافرت، میتونه همین که میره یه دونه چایی خوشرنگ، یه قهوه درست میریزه و میخوره، با حضور اگه بخوره این خاطره فوق‌العاده است. ولی متاسفانه ما اینو حواسمون نیست. حتما باید یه چیز خیلی یک کاری شما انجام میدی خیلی خوبه، من هم هر دفعه میگم یادم باشه انجام بدم، بازم یادم میره. بعد که شما رو میبینم انجام میدین که وقتی این کار انجام بدم دوباره. و اونم تکنیکیه که وقتی که غذا رو میارن سر میز، شما حضور پیدا میکنی به اون غذا، ازش تشکر میکنی، باهاش هستی، تشکر میکنی که قراره به من انرژی بدی، بعد شروع میکنی خوردن. یعنی این خود این مسئله‌ای که من قدردانی دارم میکنم، حالا از این مرغ یا از این گاو یا از این سبزیجات یا از حتی کسانی که اینو برای من آماده کردن و گذاشتن اینجا، یه تعمقی میخواد اون لحظه. یعنی یک تعمقی میاد، میان تو حضور پیدا میکنین، لذت میبرین، بعد دارین میخورین. میگم هر دفعه شما رو میبینم میگم من قرار بود این کارو بکنم. یک کاری که الان از صبحش رو چیز کنید، همین که شما بیدار میشید، میچرخین رو تخت خوابیدین، میچرخین پاتون رو میذارین رو زمین، اگر هیچ جاتون درد نمیکنه این خودش کلی شکر. اگرم درد میکنه خب تکنیکایی هستش، مثلا کمرم درد میکنه مشت میزنم یه ذره سر حال بیاد زنده بشه، بعد حرکت میکنم. نه، ولی همین که شما میرین الان، اولا من فکر میکنم ما یکی از بهترین دورانهای انسان داریم زندگی میکنیم. شما همین که این توانایی رو دارین که از
اولا یه تخت نرم خوب خوابیدین، بلند میشین، بعد میرین حموم، آب گرم دارین بزنین به سر، وقتی میزنین به سر صورتتون کیفشو بکنین. من یادم تو بمبارانای ایران ما پامم شکسته بود، بعد لوله کشی آبم نبود، ما میرفتیم بغل رودخونه با آب سرد صورتو میشستیم و ظرفا رو میشستیم. خب خیلی ساده آدم اینا رو میتونه نداشته باشه، ولی خیلی ساده میتونه قدرش رو بدونه. وقتی که حضور پیدا کنه، صورتم با این آب گرم میشورم یا دوش میگیرم، وقتی این آبا داره رو شونه هاتون میریزه کیفش رو بکنید. اکثر اوقات ما نیستیم، حضور نداریم، غذا میخوریم کیف نمیکنیم، چایی میخوریم کیف نمیکنیم، با عزیزانمون هستیم بغلشون میکنیم، بچه ها رو بوس میکنیم، ولی وقتی داریم بوس میکنیم حواسمون به حرفیه که فلانی زد یا قوریه که فلان زد. بابا نکنیم این کارو با خودمون. کی یعنی واقعا زندگی همین لحظاتیه که حضور داریم توش، باقیش که همش یه فیلم بود که اومد و رفت. دقیقاً. حالا با تمام این حرفا مرسی از همه شما عزیزانی که با ما هستید، حضور دارید، با دلتون دارین گوش میدید به حرف ما و امیدوارم که این حضور رو برای خودتون نگه دارید. جناب امان الله، چجوری میتونن دوستان با شما اینستاگرام و فیسبوک که همون اسم منو بزنن پیدا میکنن. در ضمن اگر مستقیم میخوان با خودم تماس بگیرید WB as a boy C at gmail WBC@gmail.com. با من هم عزیزان میتونید با تارنمای fusionzain.com در تماس باشید. تمام شبکه‌های اجتماعی هم از اون طریق میتونید که بهش دسترسی پیدا کنید. اگر هم تئوری یکپارچگی آگاهی رو مایل هستید که با خودتون در فضای خونه با کار بکنید، میتونید که اپ فوژان تشریف هم میتونید برید به fusion.com و از توی اونجا دانلود بکنید. هم برای اپل هست هم برای اندروید و قسمت‌های مختلف زندگی خودتون رو از این تکنیک جلو ببرید و بتونید که موفقیت رو در اون قسمت زندگی برای خودتون به وجود بیارید. مرسی از این که با ما هستید. خوشحال میشیم که ازتون بشنویم تا بتونیم سوال‌های شما رو در برنامه‌های دیگه پاسخگو باشیم. روز و شبتون خوش تا هفته آینده.